به نام یگانه هستی بخش که هر لحظه و همیشه کنارمونه و فرشته‌های نگهبانشون رو کنارمون داره. دوستای خوبم سلام و 100 درود به روی ماه تک تکتون. مرسی که اینجایید، مرسی که به ویدئوی من اومدید. امیدوارم این تایمی که توی ویدئویید برای شما کاملا کاربردی باشه. دوستای خوبم، موضوعی که امروز میخوام در موردش برای شما ویدیو بذارم در مورد پشیمانیه و اینکه آیا پشیمانی درست هستش نیستش و آیا پشیمان شدن ربطی به فلسفه هوآپونوپونو و تکنیک هوآپونوپونو داره یا نداره و ما چیکار کنیم با حس پشیمانی خودمون، چیکار کنیم. میخوام همینجا و از همین تریبون خیلی قاطع بهتون بگم که پشیمونی یک حس فوق‌العاده منفیه، یک حسیه که حالتون رو خیلی بد میکنه، یک حسیه که میتونه در آینده کلی انرژی منفی های بیشتری و مایه پشیمونی های بیشتری رو برای شما جذب کنه. به هر حال همه انسان ها جایز الخطا هستن، همه ما توی زندگیمون دچار اشتباه میشیم، دچار خطا میشیم و البته که ما یک ملک نیستیم، یک موجود بی عیب و نقص نیستیم. البته این یک توجیه نیست و این باعث نمیشه که ما هر خطایی انجام بدیم و بعد بگیم که خب جایز الخطا هم، ولی همیشه سعی کنیم که خودمون رو ببخشیم. من برای پشیمونی خودم یه تعریفی دارم و اینکه وقتی کاری رو میکنم و زمانی که متوجه اشتباه خودم میشم، در درجه اول سپاسگزاری میکنم از خدا به خاطر اینکه متوجه اشتباه خودم شدم. و شما زمانی که متوجه اشتباه خودتون میشین بزرگترین قدم رو برداشتید و بزرگترین قدم اینه که ما متوجه اشتباه خودمون بشیم. بزرگترین قدم اینه که ما میفهمیم که اشتباه کردیم و این خیلی خوبه. و هوآپونوپونو و تبسم و پاکسازی هم همینو میگه درخواست بخشش کن. اگه متوجه شدی اشتباه کردی، این یعنی قدم اولو برداشتی، اصلا بد نیست. ولی نوع برخورد ما در ادامه خیلی مهمه. این که ما اگر در حق از کسی ضایع کردیم، ببینیم اگر قابل جبرانش کنیم و اگر نیست در حد یک معذرت خواهی، در حد جایی که میتونیم انجامش بدیم و در برابر کائنات، در برابر خدای خودمون عذرخواهی انجام بدیم، ولی خودمون رو ببخشیم. به هر حال هر انسانی توی یک برهه‌ای از زمان ممکنه عصبانی بشه، ممکنه یک کار اشتباهی ازش سر بزنه و مهمترین و با ارزشترین قسمتش وقتیه که تو متوجه میشی، وقتیه که تو میگی با تمام وجودت احساس میکنی که نباید این کارو میکردی. این خیلی خوبه، این که ما متوجه اشتباهمون بشیم، این که ما بفهمیم اشتباه کردیم، این که ما درس بگیریم، این که ما سعی کنیم دیگه اون اشتباه برامون تکرار نشه، فوق‌العاده ارزشمنده. ولی اگر بخوایم توی اون اشتباه بمونیم، حس پشیمانی یک نیروی فوق‌العاده منفی و بازدارنده است، یک انرژی فوق‌العاده بی نهایت بازدارنده است که میتونه باعث بشه که ما توی گناه خودمون بمونیم، توی اشتباه خودمون بمونیم. دست از سرزنش کردن خودتون بردارین. پشیمانی بسیار ویران کننده است. برای هیچ چیزی ای کاش نگید. توی زندگیتون از هیچ لحظه‌ای پشیمون نباشید. ببین دوست من، به هر حال هر اتفاقی، هر حادثه‌ای، هر اشتباهی قطعاً درس‌های خودش رو برای تو داشته. قطعاً تو اون تایمی که داشتی اشتباه میکردی لذت خودش رو برای تو داشته. خیلی از ما میریم دنیای اشتباهات میکنیم، لذت خودمون رو از اشتباهاتمون میبریم، کیف خودمون رو میکنیم، عشق خودمون رو میکنیم، خنده و قهقهمون رو میزنیم،
بعد وقتی که اون خوشی تموم شد میایم میگیم من خیلی پشیمونم و این خلاف قانون طبیعته. این درست نیست که شما از خوشی هایی که بردید بگید احساس پشیمونی میکنم. و این یک جور خودفریبیه، یک جور نقابه. پشیمانی اصلا حس قشنگی نیست، چه این که بخوایم خودمون رو فریب بدیم، چه این که بخوایم غرق بشیم ما قصه بخوریم. هر تایمی از زندگی بهترین تایم زندگیه. شما هر لحظه از زندگیتون رو میتونید بگید خدای شکرت و اون لحظه بهترین لحظه زندگی من بوده. میتونی با خالق خودت یکی بشی، میتونی با خالقت یکی باشی و هر لحظه از زندگی خودت رو بگی که اون لحظه رو خالقم برای من در نظر گرفته، اون لحظه جز بهترین لحظه زندگی من بوده. و این منصفانه ترین، عادلانه ترین و حق شناسانه ترین تفکر توی طبیعت، توی کوانتوم، توی شناخت فیزیک کوانتوم، توی اینکه ما عدالت کیهان رو بشناسیم، اینکه ما غر میزنیم، اینکه ما گریه میکنیم، اینکه ما دیگرون رو مقصر کنیم، خودمون رو مقصر کنیم به خاطر اشتباهاتی که رخ داده در تایمی که ما احساس میکردیم داریم کار درست انجام میدیم. بسیار ناپسنده، بسیار ناپسنده. خیلی خوبه، خیلی خوبه که ما از اشتباهاتمون درس بگیریم، خیلی خوبه که ما دیگه اونا رو تکرار نکنیم. هرگز نمیتونم بگم یک قاتل نباید پشیمون باشه، یک قاتل نباید توبه کنه. چرا؟ باید توبه کنه، باید معذرت خواهی کنه. شاید خانواده یک مقتول هیچ وقت یک قاتل رو نبخشن، ولی خودتو ببخش، تو حس پشیمونی نمون. اگه یه کاری کردی که احساس میکنی ضربه‌ای به کسی زدی، برو دنبال جبرانش. من بهتون یه رفتاری پیشنهاد میکنم، به جای قصه خوردن و پشیمونی کشیدن بیاین و جبران کنین، بیاین و تغییر کنین، بیاین و از اشتباهات گذشته درس بگیرین، بیاین و با خودتون بگین دیگه تکرارش نمی کنم. بیاین و سعی کنین روی اصلاح اخلاقتون کار کنین. انسان نیاز داره که خودشو ببخشه، انسان نیاز داره که پشیمون نباشه، انسان نیاز داره که خودشو سرزنش نکنه، چون خیلی غریب میشیم اگه پشیمون باشیم، خیلی غریب میشیم اگه خودمون رو سرزنش کنیم. کی به خودمون نزدیکتر از خودمون؟ توی دنیای هستی از لحظه ای که چشم گشودی کیه که هر لحظه باهاته؟ کیه که توی شادی و غم، توی قصه، توی مریضی باهاته؟ خودتی. باید خودتو دوست داشته باشی، باید با خودت کنار بیای. خدا راه جبران گذاشته، طبیعت برای تو راه جبران گذاشته، طبیعت بهت فرصت داده. احساس پشیمونی رو از خودتون دور کنید. احساس پشیمونی یک احساسیه که شما رو پایین میکشه، شما رو به سمت سقوط بیشتری میبره. احساس پشیمونی یه احساسیه که باعث میشه نتونید ادامه بدید، باعث میشه نتونید آدم بهتری بشید. هدف از آفرینشتون رو پیدا کنید، هدف از هستی رو پیدا کنید، گوهر وجودتون رو پیدا کنید و به جای پشیمون شدن سعی کنید درست‌تر ادامه بدید. به جای قصه خوردن و ناامید شدن با خودتون رفیق بشید. بله من این اشتباه کردم، به این دلیل بود، حواسم نبود، زیادی احساساتی شدم، به خاطر اینکه درونم اینجوری بود، به خاطر عقده دوران کودکیم بود، به خاطر عشق بیش از حدم بود. به هر دلیلی خودتون رو توجیه کنید، لایه‌های وجودی خودتون رو بشکافید.
خودتون رو بشناسید و پشیمونی رو از وجودتون بیرون کنید. پشیمون بودن اصلا حس خوبی نیست. پشیمونی اصلا حس قشنگی نیست و بسیار نابودگره. و به جای پشیمونی بخندید، با خودتون آشتی کنید، خودتون رو بغل کنید و به سمت بهتر شدن برید. دوستتون دارم، عاشقتونم. خدا نگهدارتون.